دوستان ما گاهی اوقات بیان میکنن که اسرائیل بعد از اینکه رژیم بشار اسد سقوط کرد همه تجهیزات نظامی، هواپیماها، ناوگانهای دریایی و نمیدونم فرودگاه‌های نظامی و سلاح‌های سنگین سوریه رو نابود کرد و این رو طوری وانمود میکنن که انگار یک نوع طعن است در کسانی که امروز در سوریه حاکم هستند یا مجاهدینی که این شهرها رو فتح کردن و این رژیم رو ساقط کردن. اگر این انسان‌ها یک کمی عقل و شعور داشته باشن، ما ازشون میپرسیم که چرا در مدت حکومت حافظ الاسد و بشار الاسد این تجهیزات و این فرودگاه‌ها و این به اصطلاح امکانات نظامی رو اسرائیل نابود نکرد؟ چرا امروز این کارو کرد؟ سوال خیلی واضح است، کافی است که عقل داشته باشن اینها. به خاطر اینکه از وجود این سلاح‌ها در دست رژیم بعثی بشار و پدرش احساس خطر نمی‌کردن. میدونستن که اینها نه جرأتشو دارن، نه مردانگیشو دارن، نه این استعداد رو دارن، نه اصلا در خاطرشان این وجود داره که به اسرائیل حمله کنن، اسرائیل رو از بین ببرن. چون اگر این کارو میخواستن بکنن، بلندی‌های جولان از سال 1971 به این طرف در دست اسرائیل بود. چرا اونجا رو پس نگرفتن؟ امروز چرا این سلاح‌ها رو دارن نابود میکنن؟ به خاطر اینکه میترسن که این سلاح‌ها به دست فرزندان حقیقی و واقعی ملت سوریه بیفته و این سلاح‌ها فردا بر علیه اونها استفاده بشه. خوف و هراسشان از این است.